من در نزد گذرگاه مرزی سربند و از جانب ازبکستان فرهاد هستم. این گذرگاه مرزی در بین ناحیه‌های سپیتامین و بیک‌آباد ازبکستان جایگیر است. یکی از گذرگاه‌های اساسی بین ولایت سوغد و ازبکستان است. از اینجا همه روزه صدها نفر به سوی همدیگر به کشورهای همدیگر روی میکنند. من رفتم بیام رها نشدگی معامله پگرانا و اینو همش نشدگی یگان پرابلم نیست. ساکنان فقط یک مشکلی خود را بیان کردند که میگن وقتی گذشتن به شناسنامه خارجی مهر گذاشته می شود و این ساکنان ناحیه‌های نزدیک تقریبا در یک هفته یک بار دو بار یا تقریبا همه روزه بعضیشون میگذرن میگن زودتر شناسنامه پر می شود و باید شناسنامه نو گیرند. همه خارجی ندارن بعد کمک قیمت‌تر شده ایستاده است 800 900 سوم تو گرامداز. بعضی ساکنان پیشنهاد کردند که با پاسپورت‌های عادی همین عمومی شهروندی هم اجازه روی اقلا به ساکنان مثلا همین ناحیه‌های نزدیک داده شود خیلی این مشکل آنها را آسان می‌کرد. ما مسئله پاسپورت می‌دیدن با خوبتر می‌شد.